سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوار جور صحتمند باشین. یک حلوای بسیار آسان و مزه‌دار رو براتون آموزش میدم. آرد تفت بدین که بوی خامیش گرفته شود و به رنگ دلخواهتان برسه. بعد از او آرد را غلبیل کنین و از صافی بکشین که همون گلوله های آرد از بین بره. وقتی که آرد به رنگ دلخواهتان رسید و تغییر رنگ داد، روغن و مسکه به دمای محیط رسیده داریم، او را اضافه میکنیم و خوب شور میدیم تا بقیه غلظت برسه و 4-5 دقیقه روی آتش میمانیم که خوب رنگ بگیره. دوباره اگر احیانا رنگش دوست نداشتین روی آتش کنیم. خب دوستان، ما رنگش دوست داشتیم در این حد باشه. بعد از او شربت باری که از قبل درست کرده بودیم او را درش اضافه میکنم. اولتر از همون شربت بار درست میکنم. آب و شکر و هل و گلاب و زعفران زیاد او را اضافه میکنم و خوب شور میشه که خوب بافت لطیفی به خود بگیره. حجم مواد زیاد بود و به صورت گهواره‌ای خوب نشد. هم بزنم شما خوب مخلوط کنین و به صورت گهواره‌ای شور بدین. در اون صورت آماده است. اینم از نتیجه کار. با هر چی که دوست داشتین در خانه داشتین میتونین تزیینش کنین و حتما درست کنین و از کانال من حمایت کنین. تشکر. سابسکرایب و لایک یادتان نره دوستای عزیز.